الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين این خبر مبتداش محذوف انتم ایها الكفار منافقون، شما ای کفار و ای منافقین، کالذین من قبلكم مثل آنهایی هستید که قبل از شما بودن. آنهایی که قبل از شما از کفار و منافقین بودن فکر نکنید که آنها قوت بدنی ضعیفی داشتن یا کمتر بود از نظر ما. آنهایی که قبل از شما بودن ای کفار و منافقین کانوا اشد منکم، از شما شدیدتر بودن از نظر قوت بدنی. این سبب و از نظر اکثر اموالا و بیشتر بودن از نظر ما. سه چیز سروران گرامی همیشه سبب غرور میشه، یکی قوت بدنی، یکی قوت مالی و یکی قوت قومی. شما کفار و منافقین مثل آنهایی هستی که قبل از شما بودن. آنها اشد بودن، شدیدتر بودن از شما از نظر قوت بدنی، اکثر بودن از نظر قوت مالی و از نظر قوت نفوسی. اولادن مال آنها از شما بیشتر، اولاد آنها و تعداد آنها از شما بیشتر بودن. لذا فاستمتعوا بخلاقهم، اونها خوب استمتاع کردن به سهمهای خودشون، سیغه کردند و خوردند و نوشیدند. فاستمتعتم، شما هم خوب استمتاع میکنید، سیغه میکنید و میخورید و میگردید به سهمهای خودشان. آنها به اون نصیبی که برای آنها مقدر بود خوب بهره برداری کردند، شما هم به نصیب خودتان خوب بهره برداری میکنید. مثل بهره برداری کسانی که قبل از شما بودن به سهمها و نصیبهای خودشان. خلاق و من نصیب سه و خفتم، شما هم توی حرفهای باطل داخل میشید و بیهوده، مثل آنهایی که داخل میشن و بیهودگی میکنن. کالذی خاضوا، این کالذی موصول مفرد به معنی الذین هست، مثل آنهایی که خوض کردن در باطل و در فاسد. اولئک حبطت اعمالهم، اون مستمتعین تمتع کنندگان و سیغه کنندگان حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرت، حبط شد عمل آنها در دنیا و در آخرت. و اولئک هم الخاسرون، و آنها شدن خاسر. لذا شما که در مسیر آنها هستید شما هم خاسرید. آنهایی که قبل از شما بودن خوب استمتاع کردن، بهره برداری کردن. سروران گرامی، استمتعتم این در عقد موکد استعمال نمیشه در اصطلاح قرآن. اگر کسی اونجا مدعی در سوره نساء که استمتعتم به معنای عقد موکد، تو پس اینجا هم باید عقد موکد بکنید. اگر اونا معنیش صیغه میکنید، اینجا استمتعتم رسل معنی صیغه نمیکنید. این فرق را برای ما از کجا بیان کنید؟ استمتاع به معنی استفاده کردن، بهره برداری کردن از نعمتهای دنیا. کی که هم از نعمتهای دنیا زنه؟ آنها که خوب بهره برداری کردن قبل از شما هم بهره برداری کردید، لحاظا نتیجه آنها خسارت شد، نتیجه شما هم خسارت خواهد شد در دو جهان. خطاب به طرف غائب التفات است و از ضمیر هم مراد کفار یا منافقین است. الم یأتیهم نبأ الذین من قبلهم، آیا نه آمده برای این منافقان اخبار اون منافقان و کفاری که قبل از اینها بودن؟ یعنی اخبار قوم نوح نه آمدن یعنی آمدن؟ استفهام تقریریه. آیا اخبار اون منافقان و کفاری که قبل از اینها بودن برای اینها نه آمدن؟ آنها قبل از اینها بودن قوم نوح بود، عاد، ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین، قوم شعیب و المؤتفقات و اون قریه های سرنگون شده قوم لوط. اتتهم رسولهم بالبینات، پیش اون کفار و منافقین آمدن پیغمبران آنها با دلائل واضح و روشن، معجزات، آیات نبوده ها. خب آنها تکذیب کردن، اهانت کردن پیغمبران را، استهزا کردن، معذب شدن. شما هم دارید پیغمبر ما را استهزا و مسخره میکنید، اذن میگید.
لذا آنها را خدا تباه کرد. اعتراض میشه که این همه قومهای دنیا را تباه کردن یک ظلم نیست؟ الله تعالی فرمودن فما کان الله لیظلمهم، الله تعالی یک ذره ظلمی بر آنها نکرده ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن آنها نسبت به جانهای خودشان ظالم بودند. انبیاء را استهزا کردند، توحید را نپذیرفتند، عذابهای دنیا و آخرت را به باد استهزا گرفتند، ظالم بودند بر جانهای خودشان. حالا نصب العین مؤمن یعنی مورد نظر مؤمن چیه؟ المؤمنون و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض اینها دوستان بعض دیگرند. مؤمنین و مؤمنات با هم دوستند، با هم رفیقند. خب این دوستان چه کار میکنن؟ یامرون بالمعروف، امر به معروف میکنن، ینهون عن المنکر و نهی از منکر میکنن، نماز میخوانن، یقیمون الصلاة، دیگه یؤتون الزکات، زکات پرداخت میکنن. مؤمنین را مورد رحم قرار میدهد، حکیم مناسب را برای آنها میداند. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، وعده دارد الله تعالی با مؤمنین و مؤمنات باغهایی که جاری است زیر آنها خالدین فیها و مساکن طیبه، و همچنین وعده دارد با مسکنهای بسیار طیبه، ساختمان خوبی به اینها میده در باغهای دائمی. و رضوان من الله اکبر، این مبتدای و یک ذره رضامندی خدا از هر چیز بزرگتره، از تمام نعمتهای جنت و نعمتهای جسمانی جنت. الله تعالی از مؤمنین و مؤمنات که راضی میشه، خوشنود میشه، رضوان من الله از هر چیز بزرگتره. ذالک هو الفوز العظیم، این از کامیابی بزرگ، این ترغیب الجهاد است. عبدالله ابن ابی در مسیر تبوک گفت، همون ناراضی تشریح در سوره منافقون خواندیم، دو نفر با هم درگیر شد و خلاصه عبدالله ابن ابی ابن سلول بی ایمان آمد و یک مسئله عربی گفت، سمن قلبک یأکلک، سگ خود را چاق کن تا تو را بخورد. نعوذ بالله تعریف کرد صحابه و مهاجرین و پیغمبر را، نعوذ بالله تشوید از سگ و خود را به صاحب. یعنی حالا ما در مدینه منوره جا دادیم، مکان دادیم، عزت کردیم، حالا بر ما چون یک مهاجری با یک منافقی که از همون انصار بود، به اصطلاح اهل مدینه بود، درگیر شد. بعد این کلمه را گفت. الله سبحانه و تعالی به پیغمبر گفت با این جهاد کن، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما جهاد کنید با کفار با شمشیر و با منافقین با زبان، واغلظ علیهم، شما خیلی نرمید پیغمبر، از نرمی شما سوی استفاده میکنن، یک ذره غلظت از خودت نشان بدید. و مأواهم جهنم، شما با اینها جهاد کنید که جای اینها جهنم است، و بیس المصیر، بدترین جای بازگشت جهنم است. این کلمات نازیبایی که به پیغمبر گفت لئن رجعنا لیخرجن العز منها الاذل، ما برگردیم ذلیلها عزیزها را وقتی از این پرسیدن دروغ گفت، من نگفتم. یحلفون بالله ما قالوا، قسم میخورند به خدا که کلمه اهانت آمیز نگفتند. لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن منها الاذل، این کلمه را نگفتند، حالا که ولقد قالوا کلمه الکفر، به خدا قسم که اینا کلمه کفر از زبان در آوردن، خود را عزیز و پیغمبر و صحابه را ذلیل گفتن، کافر شدن، کلمه کفر را گفتن و کافر شدن بعد از اظهار ایمان، و اینها تصمیم گرفتن به آنچه که نرسیدن به آن. اون تصمیم اینه که یک گردنه مارتیش و خطرناک، تعدادی از این منافقا، از این لشکر 30,000 نفری که به تبوک میره، این تعداد از منافقین نقاب زدن، اینی و سر خود را بستن و شطورهای خود را روان دوانیدن و قبل رفتن از این گردنه، و بعد
جا خیلی تنگ و مارپیچ بود، 2 مرتبه با شترهای خود عقب گرد کردن. هدفشون این بود که وقتی پیغمبر علیه السلام میاد در جلوی لشکر شتر رسول پاک صلی الله علیه و سلم، رسول علیه السلام سواره، ما از این طرف میایم، شب هم است، تاریک هم است، راه هم تنگه، همین که سواره یه خنجری میزنیم و میاندازیم از شتر. این تصمیم را گرفتن صحابی که رفتن متوجه شدن که اینها اراده سوی دارن، تو این تنگمال رفتن و بر میگردن. کجا بر میگردن؟ هدفی دارن. این خاطر صحابی با چوب شتر اینها را زد و تا به رسول پاک صلی الله علیه وسلم نرسیدن. الله تعالی وحی نازل کرد و راز اینها پاش. از این کانال خواستن که پیغمبر علیه السلام را ضربه‌ای برسانن، ضربه‌ای بزنن. این خاطر الله تعالی میگه اینا کلمه کفر گفتند و کافر شدن بعد از اظهار ایمان و اراده کردن به آن کاری که نرسیدن به آن، اون اراده قتل پیغمبر را. و ما نکمو الان الله تعالی میگه اینا چرا اینقدر خسیسه، چرا اینقدر خست دارن. الله تعالی میگه اینها عیب نگرفتن از پیغمبر مگر این عیب را که خدا آنها را غنی کرده و رسول خدا از فضل خدا اینقدر اینها مال و متاع رسیده از غنایم، حالا شکمشون سیره، این کار را میکنن. و ما نکمو، اینا هیچ عیبی نگرفتن به ایرادی مگر این عیب را که خدا غنی کرده آنها را و رسول از فضل خودش از مالهای غنیمت. فیتوبوا یک خیر لهم، اگر اینها توبه کنن باز بیان از شرارت و از نفاق تو برشون خیر میشه. و اگر اعراض کردن از توبه و شرارت تو خدا آنها را معذب میکند عذاب علیم. یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت بدنامی و ذلت و خاری نصیب اینها میشه. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، بعد از اینکه خدا آنها را معذب کند در دنیا و آخرت نیست برای آنها در زمین هیچ کارسازی و هیچ مددگاری که نگذارد بلا برای آنها بیاید در آخرت به طریق اولا. وقتی در زمین آنها ولی و نصیری ندارن خدا معذبشون کنه، در آخرت به طریق اولا ولی و نصیری آنها ندارن. این قسم پنجم از منافقین، شخصی به نام ثعلبه فقیر و نادار در محضر پیغمبر آمد، از همین ها بود، تو دعا کن تا که خدا به ما چیزی بده، هم بخوری هم بدی. این تمنا را کردن. پیغمبر علیه السلام روز اول گفت برای فقیری بهتره، همین فقیری برای بهتره، دارایی مغروری و سرکشی و تمرد، فقیری برای بهتره. رفت فردا آمد و مرتبه التماس دعا کرد. پیغمبر علیه السلام برش دعا کرد. چند تا بزرگ داشت، این بزرگا شروع شدن اضافه شد، برکت آمد. این دیگه کم کم مالش اضافه شد. روزی که در کنار مدینه نتونست تحمل کنه، سر به جنگل ها کشید که دامش زیاد شد. پیغمبر علیه السلام 1-2 نفر را فرستادن برو سالاره بگو زکات بده. وقتی رفت اونجا خورده بود شیر و ماستی و کبابی و مست و نشه بود و گفت چی محمد از ما میخواد؟ مالیات میخواد فلانه. بس هیچ چی دیگه برداشتن که آمد پیغمبر علیه السلام فرمود حلق ای تعیس از ثعلبه. خب بعد مردم گفتن بدبخت، این همون دعای پیغمبر بود که اینقدر مالدار شدی، الان زکاتم نمیدی. تعداد بزرگ برداشت و آورد. رسول پاک فرمود خدا منم ممنوع کرده از این که صدقات تو را قبول کنم، زکات تو را قبول کنم، من اجازه ندارم. این مردود شد. در زمان حضرت صدیق اکبر و در زمان حضرت عمر این زکاتشان به بیت المال پذیرفته نشد. در زمان حضرت عثمان پذیرفته نشد و دیگه در زمان حضرت عثمان مرد. اشاره بمونید
بعض از این منافقا کسان هستند که عهد میکنن با خدا اگر به آنها اگر بدهد به ما خدا از فضل خودش تو حتما ما تصدق میکنیم و حتما میشویم از صالحین به وجه خیرات و صدقات. خیرات و صدقات انسان را صالح میکنه. ما حتما میشیم از صالحین. فلما آتاهم من فضله بعد عهدی وقتی عنایت میکنه به آنها الله تعالی از فضل و احسان خودش بخلوا بهی بخل میکنه و تولوا اعراض میکنن در حالی که آنها اعراض کننده هستن. عادت شونه تولوا باز میگردن از اطاعت در حالی که کارشون اعراض و بازگشتنه. ببینی الله سبحانه و تعالی به این مال داد بعد این اعراض کرد و اعراض دیگه طبیعتی شد. فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم به دنبال آنها کرد خدا نفاق را تا قیامت در دل آنها ایمان آوردن. به دنبال آنها کرد نفاق را در دل آنها تا روزی که ملاقات کنند خدا را. بما اخلف الله ما وعدوه چرا خلاف کردن با خدا آن وعده ای که وعده کرده بودن با خدا و به خاطر این که آنها دروغ گفتن. در شروع نیت ایفا نبود. خدا بده ما خرج میکنی هم فقیری خود را دفع میکنی هم در راه خدا خرج میکنی. وقتی خدا اینقدر بوز داد زکات حتی نداد خرج به جای خود بعد همه بوزها را تقسیم میکرد نکرد زکات هم نداد. زکات را یک غرامتی و یک مالیاتی حساب کرد. خدا ثمره بعد عهدیه که به دنبال اون نفاق را کرد در دل آنها تا روز قیامت. ببین یک نفری نیست نه زیاد بودن لیکن یک سالبه نامش به عنوان به اصطلاح یک موردی اون هست. چرا ضمیر عاقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله بخاطر اینکه خلاف کردن با خدا کریم آن وعده‌ای که کرده بودن با خدا و به خاطر اینکه اینها کاتب بودن. الم یعلمو آیا مگر اینها نمیدانند که الله تعالی میداند اسرار اینها را و سرگوشی های اینها را و این چیز را که علام الغیوب است. اینها نمیدانند یعنی میداند. الله تعالی میداند در دل اینها وفا نبود و در دل اینها محبت نبود در دل اینها ندامت و پشیمانی نبود. این خاطر الله تعالی تو صدقات آنها را نپذیرفت. خب یک گروه دیگر تانه زنان کارشون عیب زنی. پیغمبر وقتی دستور داد که شما در راه خدا انفاق کنید فقرا بیچاره‌ها در جیش الاسره مقداری که در اختیار داشتن جهد و تلاشی که در اختیار داشتن این را آورده و اونهایی که زیاد خدا بهشون داده مال کثیری آورده. اینها که بیچاره 1 سال 2 سال خود را آوردن اینها را هم تانه زدن. گفتن ببین با یک مشت خرما میخواد روم فتح کنه. فقرا مشت خود را آوردن آنها را تانه زدن با یک مشت میخواد روم فتح کنه. با آنها که مال کثیر آوردن گفتن ببین چقدر پوز میده از مال میاره که به تعریف کنه. الله سبحانه و تعالی میگه این خبیثها این طوریه. این تمام علامات منافقین را الله تعالی بیان میکنه. الذين يلمزون المتطوعين آنهایی که عیب میزنن صدقه کنندگان را متطوعین یعنی متصدقین اونهایی که تصدق میکنن نفلا از مؤمنین عیب میزنن تصدق کنندگان را از مؤمنین در باب صدقات. آنهایی که زیاد دادن هم عیبشون زدن گفتن ریاکاره برای نام نشان میده. آنهایی که کم داشتن هم عیب زدن و خصوصا عیب میزنن اون مؤمنینی را که لا یجدون الا جهدهم اونها نمیابند مگر مشقت خود را جهد و تلاش خود را 1 سا خرما 1 سا گندم بیشتر چیزی نداشتن بیچارا. پس تمسخر میکنن آنها را
این فقرا را هم تمسخر میکنن. سخر الله، الله هم آنها را مسخره میکنه. سخر الله منهم. چطور؟ ولهم عذاب علیم، برای آنها عذاب علیم است. همتن چند سبای الله تعالی بینا میده، میخورم میان تو عذاب علیم. پس مسخره شد، جزای مسخره خدا بینا میده به صورت عذاب علیم. حالا اینها شما پیغمبر بخشش برایشون بخواهید یا نخواهید بخشش، و اگر 70 مرتبه هم برای منافقه از من خدا بخشش بخواهید، هرگز خدا اینها را نمی بخشد. چرا؟ که آنها کفر بالله و رسول کردن. بخشش پیغمبر برای کافر سودی ندار. استغفر لهم، بخشش بخواه برای آنها. اولا تستغفر لهم، یا بخشش نخواه برای آنها. به هر حال اگر بخشش هم بخواهی بخشش یا نخواهی فلن یغفر الله. اگر بخشش هم بخواهی برای آنها 70 مرتن، 70 مرتبه، مراد از کثرت از 70 مرتبه، تو هرگز الله نمی بخشد آنها را. چرا نمی بخشد؟ ذالک، این عدم مغفرت به سبب اینه که اینا کفر کردن به خدا و رسول. و بخشش پیغمبر برای کافر سودی ندارد. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقا را به مقصد نمی‌رساند. فرح المخلفون بمقصدهم خلاف رسول الله و کریهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. خوشحال شدند اونایی که نه آمدن اجازه گرفتن یا اجازه نگرفتن و نه آمدن در غزوه تبوک و پیغمبر همراه نشدن. الله تعالی میگه به خاطر نشستن خود پشت سر پیغمبر خیلی خوشحال مخلفون ببین صیغه اسم مفعوله، یعنی اینها به قهر خدا عقب زده شدند. پس ماندگان به قهر خدا، این جباریه، این مهر جباریه زده مخلف شدن. خوشحال شدن اون مخلفون به خاطر نشستنشان. مقد مصدر مینی خوده، به خاطری که نشستن خلاف رسول الله، پشت سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، و ناپسند دانستن جهاد را با مال و جان خود در راه خدا، و حتی دیگه اذلال هم کردن. گفتن دیگر برادران خود را که لا تنفروا فی الحر، در این گرما کجا میگی؟ خیلی فصل خرما بود و گرم بود. منافقها دیگه برادران خود را گفتن بین گرمی کجا میگی؟ مگر رو به همین سر فرد میشه با 4 دانه خرما و با 4 تا نظامی بی‌ذر و ما. الله سبحانه و تعالی میگه اینها خوشحال شدن که نشستن پشت سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف رسول الله، و کریهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اینکه خیلی جهاد را ناپسند دانستند و دیگه تبلیغ هم کردند و گفتن لا تنفروا فی الحر، نرید بابا از وطن خود توی گرمای شدید. بگو بینا نار جهنم اشد حرا، آتش جهنم شدیدتر از نظر گرمی. اگر اینها فهم میکردن، این گرمی را تحمل میکردن، از گرمی جهنم نجات میکردن. لو کانوا یفقهون، افسوس اینها فهم ندارن. اگر اینها میفهمیدن تو نمی گفت لا تنفروا فی الحر. این انشاء به معنی خبره. اینها میخندن کمی در دنیا و گریه میکنن زیاد در آخرت. در آخرت همیشه گریه میکنن. جزا بما کانوا یکسبون، جزا داده میشوند جزو جزا بما کانوا یکسبون. اینها جزا داده میشوند در جهنم به مقابل کسبهاشون. فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. وقت شما از غزوه تبوک برمیگردید و میخواید به غزوه دیگر برید، اینا میان برای خوش آمد و اجازه میگیرن همراه بشن. اینا بگو شما هیچ زمان با ما همراه نمیشید. غزوه تبوک غزوه‌ای بود، جهاد نشد، یعنی جنگ نشد در آن غزوه، لیکن منافق از کافر مشخص شد. تمام سخن در همون معرکه غزوه تبوک هست.
وقتی خدا شما را باز بیارد یک طائفه از اینها فیبتاک الله ولا طائفه منهم فاستاذنوک للخروج، برای خوش آمد و دفع الزام اجازه میگیرند که برای جهاد خارج بشن. قول بگو پیغمبر شما به اینها بگویید در جهاد لن تجوا معی ابدا، هرگز شما از خانه خارج نمیشید با من همیشه برای جهاد، و هرگز شما قتال هم نمی کنید همراه با من دشمن با دشمن. لن تقاتلوا معی عدو، هرگز شما قتال با دشمن نمی کنید با من همراه. چرا؟ انکم رضیتم بالخروج اول مره، شما خوشحال شدید به نشستن مرتبه اول به تبوک آمدید و خوشحال شدید که نشستید، پس بشینید همیشه با خالفین، با اون زنانی که نشستند و مردانی به خاطر عذر. شما با همون بچه ها پیر مردها شله ها لنگه ها بشینید، شما عرضه ندارید که در میدان قتال با من همراه بید. فقدوا مع الخالفین، معامله با منافقین بعد از مرگ. این معامله با منافقین قبل از مرگ بود، بخشش بخواهی یا نخواهی اینا را خدا نمی بخشد. حالا وقتی این منافقین مردن نماز نخوانی بر سر اینا. عبدالله ابن ابی منافق مرد، سرش به نام عبدالله مخلص بود. پیغمبر علیه السلام را دعوت کرد که بیا پدر من مرده جنازه پیغمبر آمدن برای نماز دادن عبدالله ابن ابی. حضرت عمر اعتراض که یا رسول الله در سر منافق نماز بخوان؟ در فلان معرکه تمام خبائث او را ذکر کرد. پیغمبر علیه السلام گفتند که خدای کریم من گفته که 70 مرتبه بخشش بخواهی من اینا را نمی بخشم، من از 70 مرتبه بیشتر نیست. بعضی از محدثین اعتقاد دارند که پیغمبر نماز خواند و این آیه نازل شد. بعضی میگن نه، نماز نخوانده بود، اراده خواندن نماز را داشت که این آیه نازل شد و پیغمبر نماز نخواند. البته حضرت عمر قبل از این نزول آیه اعتراض کرد، این آیه بعد نازل شد. بعضی میگن نماز خواند و آیه نازل شد، و بعضی میگن نه، نماز نخواند، در همین جر و بحث و چرا بودن که آیه نازل شد و حضرت عمر قائل شد. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، نماز نخوانی بر هیچ کسی از اینا که میمیرن برای همیشه، و هم سر قبر اینا نرون قیام نکن، نیست. ولا تقم علی قبری، برای دفنش اونجا قیام هم نفرما. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا هم فاسقون، اینها کفر بالله و رسول کردند و مردن در حالی که فاسق بودند، خارج از فرمان خدا بودند، یعنی کافر بودند. و هم فاسقون و هم کافرون، اینها کافر بودند. لا توجب که خب مال دارن، اولاد دارن، تشکیلات امکانات دارن، میگه در تعجب نیندازد ترا اموالینا اولاد. الله اراده کرده که عذاب بدهد آنها را با این مالها در دنیا و جان آنها خارج بشه از بدن در حالی که آنها کافرن. و تفکن خودشون هم کافرون. جلوتر اللہ تعالی میگه این مال اولادی که من به اینها دادم برای عذاب، که شب و روز جان بدون دنبال این مال و زحمت بکشن و در نتیجه بمیرند و همه چیز را بگذارند. هیچ فرصتی برای ذکری، برای تلاوتی، برای نمازی، برای عبادت اینها ندارند. 24 ساعت همه به دنبال بدو 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، میلیارد، تا میلیارد هم که رسیده، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد، 10 میلیارد، میلیاردر شده و هنوز آرام نداره. الله تعالی میگه من اراده کردم که اینها را در جمع‌آوری مال جان اینها را به عذاب کنم. چقدر اینها را تحمل میکنم. انما یرید الله ان یعذبهم با همین مالها در دنیا و جانانها بره عذابن در حالی که کافرن.
و اذا انزل سورة آمنوا بالله و جاهدوا مع رسول استاذن قول الطول منهم وقت نازل می شود یک سوره در سوره این در سوره که ایمان به خدا بیارید یعنی با اخلاص و جهاد کنید در راه با رسول گرامی پیغمبر همراه بشید استاذن قول الطول منهم میان اجازه میگیرن از شما ای پیغمبر صاحبان قدرت آنها و میگویند در بگذر مارا که نکن مع القائدین ما با همین اینایی که از قائد اللہ تعالی این تمسخره بگذر مارا بشینین با همونایی که نشستن غایت بی همتی را دارن بی غیرتن خیلی بی غیرتن در نهایت یا بگیم بی نهایت اینا غیرت ندارن خوش دارن با زنان بشینن با بچه ها بشینن با پیرمردان ناتوان ها بشینن ردو به ان یکونو مع الخوالف اینجا دیگه قرآن غایت بی غیرتی آنها را بیان کرد خوش دارن که باشن با آن زنان خانه نشین همه مجاهد به جبهد اینجا خانه ها زنان نشستن بچه ها نشستن اینا برن با زنان مجلس کنن چقدر بی غیرتیه یک مردی بره با زنها مجلس کنه بشینه دور بره او زن باشن این در کمال بی غیرتی اینها را بیان خوش دارن که باشن با اون زنان خانه نشین هم مجلس و طبع علی قلوبهم مهر زده شده بر دل اینا فهم لا یفقهون اینا فهم ندارن مردها در میدان نبرد جهاد میکنن یہ با زنان هم مجلس خیلی خصت اینها را قرآن داره بیان خوش دارن که باشن بغایت بی غیرتیه که باشن با خوالد با زنان هم مجلس و طبع علی قلوبهم مهر زده شده بر دل اینها فهم لا یفقهون اینا تفکر ندارن از این خاطر بی غیرتی و بی عزتی خود را درک نمیکنن و مرد بدن در میدان کسب و کار و جهاد و نبرد و علم و اینجا باز این کار زنانه تو خانه بشینند و یک تو داستان بگن اینها هم خوش دارن که دور بری زنان بشینن مجلس زنان اینها هم یک گوشه بشینن حرفی بزنند و زنان بشنون کمال بی غیرتی همینه صحبت صبیان رغبت بازنان مرد نادان را همین باشد نشان اثر اینطوری چیزی میگه همیشه بازنان مجلس کمال بی غیرتی ردو بین یکون مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون از این خاطر بی غیرتی و بی عزتی خود را نمی فهمند و میان اجازه میگیرن که بعد زنان بشینن لیکن الرسول والذین آمنوا معه پیغمبر اسلام اونایی که ایمان آوردن با او همه جهاد میکنن با جان و مال در میدان های نبردن اولئک لهم الخیرات برای اینها خوبی ها هستند و اولئک هم المفلحون اینها رستگاران مردان در میدان نبرد جهاد میکنن یہ کو جنان نشویدن یہ خیرتا اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها آماده کرده برای مجاہدین اللہ تعالی باغائے جاریت دین نارا خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم این از کامیابی بزرگ. الان زاجر برای آراب اونها که اطراف مدینه ساکن بودن بعضی ها آمدند و اجازه گرفتند و بعضی ها نه آمدند و اجازه نگرفتند. تعداد فقراء آمدند یا رسول الله وسیله نداریم با شما بیایید اگر هست شطوری مالی متاعی بدهید تو اللہ پیغمبر خدا فرمود من هم ندارم. جال معذرون من الاعراب آمدن بهانه کنندگان از اعراب تا اجازه داده شود برای آنها و نشستن آنهایی که کذب الله و رسوله
در اظهار ایمان دروغ به خدا و رسول گفته بودند. اصلا قسم دوم نآمده، اصلا برای اجازه هم نآمده. میرسد آنهایی را که کفر کردن از این منافقین عذاب علیم میرسد. خب حالا استثناء شد که در این تبوک باید همه بیاید. تبوک از اعلان عمومی بود، نفیر عامه بود و رسول علیه السلام دستور داد که هر که مؤمن است باید با سامان و امکانات خودش در این غزوه شریک بشه. عرب یک عده آمده اجازه گرفته، یک عده اصلا نآمده، چون کافر بود، اصلا دروغ گفته بودن به خدا و رسول در اظهار ایمان. الله تعالی برای ضعفا سخت شد، برای مریضا سخت شد. الله تعالی فرمود لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نیست بر ضعیفان معذوری و نه بر مریضان و نه برای آنهایی که نمی بیابند آن مالی را که انفاق کنند در جهاد. حرجی بر این سه گروه نیست، ضعفا، مرضا و اون فقرایی که لا یجدون ما ینفقون، نمیابند که در جهاد خرج کنند، نه سواری دارن، نه سامانی دارن، نه توشه‌ای دارن. بر این مساکین هم گناهی نیست، حرجی نیست. لیکن بیشتر که اذا نصحوا لله، در این شهر نصیحت کنن برای خدا، یعنی مسئله توحید را بیان کنن، نصیحت کنن برای رسول یعنی اتباع سنت پیغمبر، اینا تبلیغ کنن. فقرا اگر قدرت جهاد ندارن قدرت تبلیغ دارن. نصحوا لله مسئله توحید را بیان کنن، نصحوا لرسولی مسئله سنت را بیان کنن، سنن پیغمبر را در میان مردم رایج کنن. نیست بر چنین نیکوکاران هیچ راه ملامت و عتاب و زجر. الله غفور و رحیم است. اینها را که توانایی ندارند ثواب جهاد در خانه میداد. و خصوصا نیست بر گناه و حرجی بر آن دسته‌ای که هنگامی آمدن اذا ما اتوک ما زاده، هنگامی که به خدمت شما آمدن پیغمبر تا شما آنها را سوار کنید و ببرید به جبهه، مال و متاع آنها را به آنها مال بدید، سواری بدید. تو قلت شما در جواب آنها درخواست آنها گفتید لا اجد ما احملکم علیه، من پیغمبر هم یک شتری، گاوی، اسبی، غلاغی نمیابم که شما را بران سوار کنم و ببرم. تولو، اینها به مقصد نرسیدن، جواب منفی از اینها را رسید. اینها بازگشتن از مجلس پیغمبر و چشم آنها اشک می‌ریخت و آیونهم تفیض و جاری بود از اشک. به خاطر این اشک گریه می‌کردند، حزنا الله یجدوا ما ینفقون، مغموم بودند که نمی‌یابند اون مالی را و امکاناتی را که در راه خدا خرج کنند و به جهاد برند. اینها انسان‌های عاشق جهاد لیکن بضاعت ندارند. انما السبیل، راه ملامت بر آنهایی که اجازه میگیرند در حالی که خودشان غنی‌اند، با وجود اهل سامان و قوتند، بی‌غیرتن خوش دارند که باشند با زنان خانه نشین، خوالف زنان خانه نشین و مهر زده الله بر دل اینها. پس اینها نمیدانند بی‌غیرتی خود را و بی‌عزتی خود را، میخوان با زنان بشینن هم مجلسن، شب رو زنان مجلسن میندن. از بس که مهر خورده دل اینها بی‌غیرتی و بی‌عزتی خود را نمیفهمند. اصلا اللہ تعالی میگه یا تدرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اینها عذر مطرح میکنن به دربار شما وقتی شما برمیگردید میاد پیش اینا. قل بگوی پیغمبر من لا تعتذروا، هیچ عذری مطرح نکنید، هرگز باور نداریم برای شما. هر عذری شما پیش کنید ما عذر شما را قبول نداریم. چرا؟ قد نبأنا الله من اخبارکم، اللہ تعالی ما را خبر کرده از اسرار و اخبار شما، حالات شما، لحاظا عذرهای شما پوچن، هیچ عذر مطرح نکنید. لا تعتذروا، چرا ما باور نداریم؟ خیر در آینده اگر شما خوب باشید و خوب خدا و مؤمنین و همه شما را ببینند، هم کریم میبیند الله تعالی عمل شما را در آتی، رسول او میبیند عمل شما را، باز شما ارجاع داده میشوید به طرف عالم الغیب و شهادت خدا، به خدا شما ارجاع داده میشوید. پس خدا شما را خبر میکند به آنچه شما عمل کرده اید.
الله تعالی میگه اینها حتما قسم میخورن وقتی شما از تبوک برمیگردید تا شما از آنها خوشحال بشید. قسم میخورم به خدا برای شما وقتی شما برمیگردید به طرف آنها به مدینه میرسید، هدف قسم چیه؟ لتوردو عنهم، شما اعراض کنید و ملامت نکنید. من هم میگم فعارضوا عنهم، شما از ملامت اینها اعراض کنید، اینها را ملامت نکنید، اعراض کنید. چرا؟ انهم رجس، پلیدن. چرا با پلیدها حرف میزنید؟ سبحان الله، اینها کثیفن، پلیدن، نجسن. انهم رجس، اینها پلیدن. و مأواهم جهنم، جای اینها هم جهنم است. جزا بما کانوا یکسبون، جزا داده میشوند به مقابل کسبهای کردن، یعنی به خاطر کفر و شرک جزا داده میشوند. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسمهای بسیار طیب. به خدا قسم پیغمبر ما اشتیاق داشتیم ولی فرصت نداشتیم. والله بالله، خدا سر شاهد ما حاضر بودی. اللہ تعالی میگه قسمهای طویل و عریض میخورم برای شما لترضوا عنهم، تا شما ای پیغمبر و مومنین از آنها خوشنود بشید. اگر شما خوشنود بشوید از آنها تو پس خدا هرگز خوشنود نیست از این فاسقین. خوشنودی شما چه سودی دارد؟ شما خوشحال بشید، خوشنود بشید از آنها، تو خوشنودی شما هیچ سودی ندارد. چرا؟ که فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالی خوشنود نیست از قومهای فاسق و فاجر. اعراب را دو دسته کرد. یک دسته خیلی نفاق سختی دارن، یک دسته بهتر. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله. اعراب شدیدن از نظر کفر، از نظر نفاق، و خیلی ملائکن که ندانن حدود ما انزل الله علی رسولی، از قوانین شرعی، چون عرب علم ندارد لذا کفر اینها، نفاق اینها شدیده و خیلی لایقن که حدود خدا را ندانند. و اجدروا الله یعلموا حدود ما انزل الله، حدود مقرراتی را که خدا نازل کرده بر رسولش. الله علیم و حکیم، الله علیم و حکیم. مطلع بر جمیع امور مناسب حکمت سزا میدن. مرض سوم منافقین بخل و من الاعراب من یتخذ، بعضی از اعراب کسانی هستند که قرار میدن آنچه را که انفاق میکنن یک تاوانی، همین چیز را که مجبور انفاق کنن اینه یک تاوانی فکر میکنن، یک مالیاتی فکرش میکنن و انتظار دارن برای شما دوائر مصیبت را، همیشه در فکرن که به شما یک مصیبتی بیاید برسد شما مومنین. الله تعالی میگه نفرینه بر دعایی علیهم دائره السوء، دائره چیزی که میگردنی، دائره بلا برترین ها دور میزنه، همیشه دور میزنه و میخوره اینها. والله سمیعون، الله تعالی میشنود اقوال آنها را، علیم به احوال آنها. خب این بشارت و مدح مؤمنین. و من الاعراب، و بعضی از اعراب کسانی هستند که ایمان درستی دارن به خدا مثل جهینه و مزینه و به روز آخرت، و قرار داده آنچرا که خرج میکنن ذریعه قرب عند الله و ذریعه دعای رسول، که خرج میکنن که به نزد خدا برن نزدیک بشن و دیگه خرج میکنن که پیغمبر برشون دعا کنه، میارن هدیه تقدیم میکنن پیش پیغمبر شروع میکنه دعا. انسان اگر میخواهد که کسی برای او دعا کند زمینه دعا را فراهم کنه، زمینه دعا خدمتی بکنه، سخنی خدمتی، خب زمینه دعا فراهم، خود به خود دعا میاد.
بدون که او بگه برای من دعا کن زمینه دعا را فراهم کن. الله تعالی میگه این آرا این انفاق را که میکنن میخوان خود را به خدا نزدیک کنن، هدف قرب خدا را و رضای خدا را دارن، یعنی به خاطر خدا میدن. و دیگه هدف اینه که صلوات رسول اینا میارن میدن تا که پیغمبر برایشون دعا کنن. بعضی از عرب کسانی هستند که ایمان دارند به خدا و روز آخرت و قرار میدن آن طرف انفاق میکنن قربات عند الله، ذریعه قرب نزد خدا و ذریعه دعای رسول. الا انها قربت لهم، خبردار این صدقاتی که اینها دارن میکنن ذریعه قرب آنهاست. سیدخلهم الله فی رحمتی، داخل دینارا الله تعالی در رحمتهای خاصش. بشارت قسم اول کلمه گویان یعنی صحابه. السابقون الاولون، اونهایی که ثابت بودن در هر امر خوب ثابت بودن، هر جا کار خیری اونها ثابتن، اونها اول بودن از این امت در ایمان. این آنهایی که ثابت بودن در هر کار خیر و اول بودن از این امت از مهاجرین و انصار، و آنهایی که اتباع کردن به احسان مهاجرین و انصار را، آنهایی که اتباع کردن مهاجرین و انصار را بعد از فتح مکه دیگه هجرت المهاجر و انصاری نبود. اینهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن والذین اتبعوهم به احسان، امیر معاویه است، ابو سفیان است، حضرت عباس است، اینها که اتباع به احسان کردن. خبر این مبتدا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان تا قیامت متبع مهاجر و انصار رضی الله عنهم. خبر اول خدا آنها راضی، این جنت روحانی است و رضوان آنها از خدا راضی است. این جنت جسمانی آماده کرده بر آنها باغای جاری زیر آنها نهرها. جنت جسمانی بشارت خاتم علی الایمان خالدین فیها ابدا، ذلک الفوز العظیم، این از کامیابی بزرگ. جنت جسمانی و روحانی رضی الله عنهم. این جنت روحانی روح خوش میشه، وقتی رب راضی روح خوشه. به هر حال مال جنت مهاجر یا انصار یا تابع مهاجر، و آنهایی که مهاجر و انصار را کافر و مرتد میدن حال اینها را شما خوزدن میدن. خدا هم حال اینها را بیان. الله سبحانه و تعالی صحابه را مهاجرین و انصار را معیار ایمان کرد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. اگر شما ایمان آوردی مثل ایمان صحابه، اگر اینها مثل شما ایمان آوردن کامیابن. و الله تعالی اینجا میگه ملاک ایمان دخول جنت یا به سابقون الاولون من المهاجرین والانصار یا به تابعین. هر که از مهاجرین و انصار اتباع کرد والذین اتبعوهم، بقیه امت تا قیامت اینها الله از اینها راضیه و جنت برای اینها آماده کرد. مخالف مهاجر و انصار جنت را نخواهد دید و به رضای خدا نخواهد رسید. چرا؟ آنها استاد ایمان آنها، اعمال آنها، اخلاق آنها از پیغمبر حاصل شده. لذا پیرو آنها، چون در دنیا استاد اونها شدن بعد از رسول پاک صلی الله علیه و سلم تا قیامت رضای خدا و جنت گیری. و ممن حولکم، دوم کلمه گوی دوم مردود. این کلمه گوی اول مقبول صحابه بودن و یا
حالا کلمه گویان مردود که منافق هست و از آنهایی که ولهاش شما هستند از عرب منافق هست و من حالکم من العرب منافقانی هستند و از اهل مدینه در خود مدینه طیبه هم منافقانی هستند. مردوا علی النفاق، مردوا علی النفاق من لجوا و استمر، خوب لج کردن و استمرار دارن بر نفاق. غادر لجوجند و نفاقشون مرموزه که لا تعلمهم، شما ای پیغمبر با وجود فراست نبوی شما هم آنها را نمیدانید، لیکن نحن نعلمهم، من خدا آنها را میدانم، ما میدانیم آنها را پیغمبر شما نمیدانید. من اینها را عذاب میدم 2 مرتبه، یکی نفاق آنها را ظاهر میکنم و یکی در آخرت به سزای نفاق آنها را میدانم. ثم يردون الى عذاب عظیم، بعد اینها رد کرده میشون به طرف عذاب عظیم. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، این گروه سوم که گناه و نیکی جمع کردن. و قوم آخرون، این آخرون صفت موصوفش قوم، اعتراف به گناه خود کردن در جنگ تبوک. 3 صحابه به غیر عذر ماندن، الله تعالی حال آنها را بیان کرد و صحابه 3 نبودن، بیشتر صحابه در غزوه تبوک قدرتاً بدون عذر و بهانه ماندن. وقتی پیغمبر علیه السلام آمد 2 دسته شد، بهانه و عذر و قسم و هیچ چیزی، گفتم بدون عذر مانده. لبابه و جماعت لبابه، ابو لبابه، اینها خود را به ستونهای مسجد بستند که ما در این غزوه نتوانستیم بریم، به خاطر ندامت و پشیمانی خود را به ستون مسجد النبی بستند که یا اینجا ما میمیریم یا اینکه خدا ما را میکشه. رسول خدا ما را خلاص کرد. اینا خود را به ستون بستند، استفاده کرد. اینها توبه زود قبول شد و ستای آنها توبه آنها مؤخر شد تا 50 روز کشید. یکی مراره ابن ربیع، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه و آخرون مرجون لامر الله. خب قوم آخرون که اعتراف به گناه خود کردند که به تبوک نرفتند، حالا اینها مخلوط کردن عمل صالح و آخر سیء، آخر غیر صالح. اون ندامت هست، حاضری در غزوات غیر از تبوک هست، عمل صالحانه، و آخر سیء تخلف از تبوک بدون عذر. اسأل الله ان یتوب علیهم، امید است که خدا رجوع کند بر سر اینها که لبابه و جماعت ابو لبابه بودن که خود را بسته بودن. خدا توبه اینها را زود پذیرد. ان الله غفور رحیم، الله تعالی بخشنده است برای توبه کنندگان، مهربان از جنت هم می‌دهد. برای اینها دستور اینه که پیغمبر شما از اموال اینها صدقه بگیرید و اینها را تطهیر کنید. فاخذ ثلث اموالهم و تصدق بها، 1/3 مال اینها را پیغمبر در راه خدا تصدق کرد. توبه اینها زود پذیرفته شد. این خاطر خود من اموالهم صدقتا، بردار از اموال اینها صدقه، تطهیر کن آنها را ای پیغمبر از گناه. صدقه گناه انسان را صاف می‌کند، غضب رب را خاموش می‌کند.
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، بردار از اموال اینها صدقه و تطهیر کن آنها را، ظلمت و کدورتی که در دل اینها نشسته اونها را پاک کن، و تزکیه بفرما اخلاق اینها را با صدقه، و صلی علیهم دعا کن برای اینها پیغمبر. صلی به معنی ادعو، معنی حقیقی صلات دعا، اینجا به معنی لغوی استعمال شده. یک معنی اصطلاحی صلات سروران گرامی همین ارکان مخصوص نماز، و معنی لغوی صلات به معنی دعا، اینجا به معنی لغوی هست. صلی علیهم دعا کن برای اینها، الا به معنی لهم است. ان صلاتک سکن لهم، دعای شما، اینجا صلات به معنی دعا هست، معنی لغوی استعمال شده. دعای شما پیغمبر سبب آرامی دل اینهاست، دل اینها آرام میگیره که شما وقت دعا کنید. الله سمیع است، اعتراف گناهگاران را میشنود، علیم ندامت آنها را که درون است، ندامت چیزی درونیه اون هم میداند. ترغیب توبه. الم یعلموا، مگر اینها نمیدانند که ان الله هو یقبل التوبه، الله است که توبه میپذیرد از بندگان، و صدقات را هم الله تعالی قبول میکند، و پیغمبر در آنها هیچ اختیاری ندارد، و پیغمبر در آنها هیچ در پذیرش توبه و در قبولی صدقات پیغمبر هیچ نقشی ندارد. و ان الله هو التواب الرحیم، و به تحقیق الله سبحانه و تعالی مگر نمیدانند که الله او توبه پذیر است، مهربان است در قبول صدقه و در امر دادن صدقه. خب ترهیب دنیویه. قل اعملوا، عمل کنید شما، عمل خیر میبیند الله تعالی عملکم، عمل خیر شما را رسولش میبیند، و مومنون هم میبینن عمل خیر شما را، شما چقدر خیر انجام میدید، و بعد شما ارجاع داده میشوید به طرف عالم الغیب و شهاده، پس عالم الغیب و شهاده شما را خبر میداد به آنچه شما عمل کرده. این همونا بودن که خود را بستن و دستور داده شد که از اموال اینها صدقه بگیرید. یک سوم مال را پیغمبر مال اینها را در راه خدا انفاق کرد. صدقه تأثیر بسیار بزرگی دارد در عفو گناه و در عفو گناه و در قبولی طاعات. این خاطر الله سبحانه و تعالی اول از آنها صدقه گرفت و بعد گفت که شما عمل کنید. خدا عمل شما را در آتی هم میبینه، مومنین و پیغمبر هم میبینه. خب این گروه دوم از همینایی که عمل صالح و غیر صالح انجام دادن، یعنی آنهایی که عمل خیر و شر انجام دادن دو گروه شدن. یکی توبهشون زود پذیرفته شد و دیگری توبهشون مؤخر شد. و قوم دیگر است که مرجون به معنی مؤخرون، مؤخر کرده شدند به خاطر حکم خدا، به خاطر حکم خدا، یا خدا اینها را عذاب میداد یا بر اینها رجوع میکند به خاطر اخلاص. الله علیم حکیم، الله علیم و حکیم هست، از احوال و اوضاع اینها اطلاع دارد. خب از اینجا زجر برای منافقین در بیان مسجد ضرار صحبت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. پیغمبر علیه السلام هنگامی که برای تبوک تجهیزات آمادگی کردند، تعدادی از باشندگان محله قبا
قبا محلش از مدینه منوره الان که اصلا یکی قدیم جدا بوده. پیغمبر علیه السلام در همین مسیر به طرف مکه مکرمه جنوب مدینه جایی که روزه رسول علیه السلام مسجد قبا که نماز صبح از اونجا بخوانیم برای اشراق تا مسجد قبا پیاده انسان میتونه بیای برسه. این مسجد قبا یک محله بود جداگانه از مدینه طیبه، از یثرب. محله قبا این همه محدوده را یثرب میگفتن دیگه، محله بود، طوری شهر باستانی و چیزی نبود. پیغمبر علیه السلام اول در همین محله قبا تشریف آوردند و چند مدتی اینجا ماندند و بعد از اینجا با یک تشریفات خاص مومنین پیغمبر را تا مدینه منوره بردند که یثرب گفته میشه. اهل قبا مسجد قبا را اساس گذاشتند و بعد اینجا مسلمان های زیادی بودن در محله قبا. تعدادی از منافقین اینجا ساکن بودند، آمدند و گفتند مسجد کوچک میشه مسجد قبا و همه مردم در فصل سردی و گرمی برایشون اونجا حرته، شما اجازه بدید ما اینجا یک مسجدی درست میکنیم. تقریبا من جایش ندیدم، میگن در نزدیکی مسجد قبا اونجا اینها خواستن که مسجدی درست کنند. پیغمبر علیه السلام هم تایید کرد و آنها گفتن شما در مسجد بیاید نمازی بخوانید تا دیگه مردم هم متبرک بشه و مردم هم بیا نماز کنند. پیغمبر علیه السلام فرمودن خوبه. هدف دستوری که این منافقین داشتند و برنامه زیرزمینی اینها به واسطه شخصی به نام ابو عامر الراهب، ابو عامر نصرانی بود و این خیلی دسیسه کرد و این میخواست در علیه پیغمبر روم آماده کنه، ایران آماده کنه و لحاظا اینجا دسیسه کاری کنه، در داخل فتنه گری کنه برای لیکن محل فتنه به نام مسجد. این مسجد را دستور تعمیر داد که دیگه محل تجمع منافقین اینجا بشه و رفت و آمد و مشوره و او هم گاگای بیاید اینجا و در همین مسجد و خلاصه اینجا ملاقات داشته باشه و برنامه ریزی کنن که الله سبحانه و تعالی هدف شوم آنها را برای پیغمبر بازگو کرد. لحاظا پیغمبر علیه السلام که برگشت دستور تخریب این داده شد تا همین زودان میگن زبالدانی بوده دیگه نمیدن. والذین اتخذوا مسجدا، آنهایی که اتخاذ کردن مسجدی را برای ضرر دادن، هدف اول مسجد ضراران برای ضرر دادن مؤمنین و کفران برای اینکه کفر کردن، واسطه کفر نفاق و تفریقان و برای جدا کردن بین مؤمنین، دسته مؤمنین را دو قسمت کنند، مقتدیان مسجد قبا را دو قسمت کنند برای تفریق بین المؤمنین و دیگه هدف مسجد را ساختن ارصادن کمینگاهی برای که لمن حارب الله و رسول، ابو عامر راهب که محاربه با خدا و رسول قبلا کرده. وقتی مسجد شما تخریب میکنید قسم میخورن، لیحلفن به وجه بنای مسجد اینها قسم میخورن که ما اراده جز خیر و حسنا دیگه نداشت، یعنی آسایش و گنجایش برای مومنین. حسنا اینه هم آسایش بشه هم گنجایش بشه. مسجد قبا مسجد بزرگی نیست، امروز هم که مسجد بزرگی نیست که دنیا ترقی کرده. کنار مسجد قبا یک قبرستان خیلی کهنه‌ایه تو یک دیواریه، حالا هیچ کس نمیدانست این قبرها مالکیه. کنار مسجد قبا اونجا دیگه تجلیل چیزی نداره که خیلی کهنه و فرسوده بودن، خاکهاشون یک چار دیواری پر از قبره. هر کسی را پرسیدن گفت نمیدانم مالکیه. اونجا مگر میگن از بس که از قبر پرستان بدشون میاد، تا انسان بپرسه قبر لکیه لازم
بعضی میگفتن این قبرها مال مشرکینه. الله مسجد قبا برای اشراق حاجیان میاد. از مسجد النبی عموما حاجیان که میل کنن برای اشراق میان، پیغمبر و صحابه آمدن. خلاصه قسم های بزرگی میخورن که ما اراده ای از ساخت مسجد نداشتیم غیر از حسنا. حسنا چیه؟ آسایش و گنجایش برای مومنی. تردید ربانی. الله شاهدی میده که اینها دروغ میگن. الله شاهدی میده که اینها دروغ میگن. اینها برای ضرارن و کفرن و تفریقن و ارصادن این مسجد را ساختن که کمینگاهی باشد برای او و محل تجمع منافقین و مشوره آنها و تصویب آنها. خلاصه به این خاطر بود. خدا شاهدی میده اینا دروغ میگن. هدف مسجد ضرر دادن مسلمان ها بوده، کفر بالله بوده، تفریق بین مؤمنین بوده و کمینگاه برای حاربین. چه؟ نه مسجد اصحاب کجا؟ اصحاب برای چه بار رفتن؟ این همون منافقان مرموزی بودن. این چیزی که خدای عزادل داره میگه لا تکن. چه؟ بابا منافق خود در لیست مومنه. مگر چقدر منافق اینجا در لیست طلبان خبر نداری؟ مگر ما همه از روز اول داریم فریاد میکنیم که بابا منافق در لیست مومنین بودن. کلمه میخواندن، مسجد میآمدن، نماز میخواندن، جایی که امید غنیمتی بود تو جبهه شریک میشدن. منافق که در دنیا این الله تعالی که در اون نفاق آنها را درزد. چنان منافقان مربوطی بودن که حتی خود پیغمبر در مدینه منوره نمیشناخت آنها را. مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. منافق در لیست مومن بودن، حکم مومن داشتن. لا تقم برای نماز حق نداری قیام کنی. خود را مومن دانستن. همین اینا قسم میخورن که هدف دیگر نداشتیم. الله تعالی میگه خدا شاهدی میگه دروغ میگن. این ضراران و کفران و تفریقان و ارصادان این اسمت. لا تقم فیه ابدا. اصلا در اینجا قیام نکنی. البته اون مسجدی که اساس او روی تقوا گذاشته شده که مسجد قبا یا مسجد النبی، چون در تعیین این مسجد که اصلا تقوا مفسرین اختلاف دارند. وقتی میگه این مسجد قبا اولین مسجدی که پیغمبر علیه السلام اینجا آمده قیام کرده مدتی و بعد از این محل رفته در اونجا که مسجد النبی تعمیر شده. البته اون مسجدی که اساس او بنیاد او گذاشته شده روی تقوا از روز اول حقدارتره که شما قیام کنید در آن مسجد برای نماز. در این مسجد قبا مردانی هستن دوست دارن که پاک بمانند. بعضی میگن که این چیه دوستی؟ اینها یهودی ها استنجا میزدن. صحابه با سنگ و این چیزها و مسجد قبایی ها با آب هم استنجا میزدن. اینطور شأن نزول آیه بیان میکنن. لیکن اینجا ما خیلی معنا را وسیع میگیریم. در این مسجد که اساسش روی تقوا هست، حق داره شما قیام کنید نماز بخوانید که در این مسجد مردانی هستن فضیلت بانیین مسجد قبا که دوست دارن پاکی را که از گناه پاک بمانند و استنجا و طهارت را خیلی دوست دارن. والله یحب المطهرین. الله تعالی پاکان را دوست دارد، آنها که از کفر و شرک و گناه اجتناب میکنن و طهارت میکنن و نماز میخوانن. خدا این مطهرین را دوست دارد. حالا فضیلت مسجد قبا افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر. آیا اینجا بعد از فا لفظ بنا را مقدر کنید. آیا بنای آن کسی یا آن کسانی که اساس گذاشتن ساختمان خود را یعنی عمارت مسجد را روی تقوا من الله، خوف من الله داشتن و رضوان
بهتر است یا بنای آنهایی که اساس گذاشتن بنیان خود را، ساختمان خود را اساس گذاشتن علی شفا جروف انهار، در کناره اون سیل برد که مائل مشرف بر سقوط، حارن به معنی حائر، اینجا قلب شده، مائل هست میفته این ساختمان با اون بانی خودش در آتش جهنم. سیل برد، حالا کسی بیاید ساختمان خود را روی کناره اون سیل برد بسازه، خب وقتی باران میباره سیل می آید، این از پایین دیگه اینه میبره، این به قصد میفته. پس این تشبیه میدهد الله سبحانه و تعالی که ساختمان آنها در کنار جهنم ساخته شده و آنها با ساختمان خود توی جهنم میفته. تشبیه بهتر است یا بنای آن کسانی که اساس گذاشتن بنیانه اون ساختمان خود را علی شفا بر کنار اون سیل برد، جرف همون کرودک را میگن در حقیقت، که هارن یعنی مائل بر افتادن. یک به اصطلاح سیل بردی مضبوطه، یکی اینه که از زیر آب برده و خالی فقط مائله که یک دفعه دیگر آب بیاید این سقوط میکنه. کسی که بنیان خود را، ساختمان خود را در کنار اون سیل برد که مائل برای افتادن، حارن به معنی مشرفون علی السقوط، تو فنهارا همین ساختمان میفته بهی با اون بنا کننده خودش فی نار جهنم، یعنی این ساختمان اینها در کنار جهنم ساخته شده میفته در توی آتش جهنم. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی راهنمایی نمی کند، یعنی به مقصد نمی رساند قوم های ظالم. حالا الله تعالی حسرت این ساختمان را بیان می کند، لا یزال بنیانهم، همیشه می ماند ساختمان آنها، اون ساختمانی که بنا ساختند او را همیشه می ماند ریبتا، یک حسرتی در دل اینها، همیشه حسرت این را می کند. الا ان تقطع قلوبهم، مگر اینکه پاره بشود دل آنها قطعه بشود. الا ان تقطع قلوبهم، دل آنها که محل ارمان است، حسرت است. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم حالات آنها را میداند، حکیم مناسب آنها را مجازات خواهد کرد. این ساختمان همیشه یک حسرتی بود در دل آنها. جان این یک حرف پوچی برای این که ما را از قرآن و تدبر قرآن منحرف کنه. هر کس این کار را کرده، جروف اونجا خیابانی که این برجهای امریکا نامش جروفه، او کلمه انگلیسیه، این کلمه عربیه. این جروف به معنی همونه که ما در فارسی چیز سیل بردش میگن، اون سیل برده و هیچ کاری به اون ندارد. قرآن عظیم و شان آمده است که مفهوم بشه و این به اجماع مفسرین و چیزها راجع به همون مسجد زرار الله تعالی دارد او را تردید میکند که ساختمان اینها که اینها ساختن همیشه حسرتی هست در دل آنها، مگر اینکه دل آنها پاره بشه. وقتی دل آنها پاره بشه دیگر همه فکرها به فکر نیست، یعنی تا دم مرگ اینها که این خیلی چیز بزرگی، برنامه ریزی بزرگی شده بود. اولا تایید شد از پیغمبر که غیبدان نیست، بعد خدای عزوجل راز آنها را پاش کرد. حالا ما اینطور میتونیم این آیه را بخوانیم که این برجهای آمریکا هم همیشه حسرتیه در دل آنها، همیشه مگر بسوزن این یهودی ها و نصرانی ها به خاطر این برجها، همیشه میسوزن. تنها یک برج نه، اون منطقه کلن ویران شد. این برجها با این آتش مهیب
اونجا هیچ چیز نگذاشت. 100 روز تمام این آتش اونجا سوخت، 3 ماه تمام. بعد از 3 ماه دیگه اینها آتش خاموش شد. تا 3 ماه تمام این آتش سوخت. این آتش سوزی اونجا ادامه داشت که آهنها و تمام این چیزها پودر شدن دیگه. تا 3 ماه سوخت و تا 1 سال اون خاکها و خاکسترهاش حمل و نقل کردن. ما میگیم که لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. الله تعالی حالات آنها را میداند، حکیم است در موقع و به وقت آنها را مجازات خواهد کرد. بشارت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بشارت الله تعالی خریده از مؤمنین، بای مؤمنه الله مشتریه. الله چه چیز خریده از مؤمنین؟ جان آنها را، نبی اول، و مال آنها را، نبی دوم. به مقابل این با بر ثمن داخل شده که به آنها جنت بده. ثمن جنته. قتال میکنن این مؤمنین در راه خدا، پس میکشند گاهی دشمنان خدا را و یقتلون و گاهی خودشان کشته میشن. وعده هست بر خدا، وعده حقی، وعدن علیه حقا و حقا. این وعدن و حقا مفعول مطلق است. خدا وعده کرده و حق گفته است در تورات و انجیل و قرآن که مجاهد را من در جنت میبرم. و چه کسی ایفا تر است، وفاتر است، با وفاتر است به عهد خودش از خدا. این اوفا اسم تفضیله. و من اوفا به عهدی من الله. چه کسی وفاتر هست به عهدهای خودش از خدا. خدا از همه بیشتر عهدها را ایفا میکنه. پس خوشحال باشید به معامله ای مؤمنین که شما اون معامله را با خدا انجام دادید. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خوشحال باشید به اون معامله و سودایی که شما اون معامله سودا را با خدا انجام دادید. و ذلک هو الفوز العظیم. این است کامیابی بسیار بزرگ. خلاصه صفات مؤمنین را بیان می‌کند. علاوه اوصاف مؤمنین این است: التائبون، آنهایی که رجوع می‌کنند به طرف خدا. العابدون، خدا را فقط عبادت می‌کنند. آنها که خدا را تنها ستایش می‌کنند. آنهایی که روزه می‌گیرند یا در جهاد سفر می‌کنند. سائحون دو معنی دارد: روزه می‌گیرند یا در جهاد سفر می‌کنند. الراکعون، آنهایی که تنها برای خدا رکوع می‌کنند. الساجدون، آنهایی که تنها خدا را سجده می‌کنند. الامرون بالمعروف، امر به معروف می‌کنند. آنهایی که ناهون عن المنکر، نهی از منکر می‌کنند. آنهایی که حفاظت می‌کنند حدود الهی را، یعنی احکام الهی را حفاظت می‌کنند، حد که حدود نمی‌کنند. و بشر المؤمنین، و بشارت بده این چنین مؤمنین، این صفات رستگاران هستند، سر برای میکنند. آن مجاهدین این چنینند که علاوه این صفات که جهاد را در آنها این صفات هستند. خلاصه بعضی ها دعا کردن برای کفار و مشرکین که خویشاوند آنها بودند. الله سبحانه و تعالی غدغن حق نداری آمرزش برای کافر و مشرک از من خدا بخواهید. ما کان للنبی والذین آمنوا، اصلا جایز نیست برای نبی و آنها که ایمان آوردند که آمرزش بخواهند برای شرک کنندگان، اگر که باشند اون شرک کنندگان صاحبان رشته آنها، بعد از این که تبیین شد برای آنها که اینها اصحاب جهنمند. یعنی اگر کسی بر حال کفر و شرک مرد، لازم بخشش برای او در دنیا و آخرت جایز نیست که بخواد. برای کافر بخشش خواستن، مغفرت خواستن گناه. برای مشرک اون هم تبیین شد که اینها به حال کفر و شرک مردن. خلاصه این جواب: و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا موعظه وعدها ایاه، جواب یک سوال مقدره.
خب ابراهیم برای پدر مشرک خودش بخشش خواسته، تو الله تعالی میگه اون بخشش ابراهیم قبل از مرگ بوده. سأستغفر لك ربی فلما تبین له، وقت حضرت ابراهیم متوجه شد که آذر بر کفر مرد، دیگه حضرت ابراهیم از دعا از آمرزش بیزار شد. قبل از این نبوده طلب بخشش ابراهیم برای پدرش مگر از یک وعده ای که اون وعده را کرده بود با پدر، سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا، این وعده بود. فلما تبین له، وقت واضح شد برای حضرت ابراهیم که انه عدو لله، او دشمن برای خدا، تبرأ منه، از او بیزار شد. چرا؟ که ان ابراهیم وقتی دعا کرد علت وعده لأواه، خیلی نرم دل بود حضرت ابراهیم، حلیم و تحمل میکرد. پدر او را گو وهجرنی ملیا، حضرت فرمود سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا، من برای تو از پروردگارم بخشش میخوام، رب نسبت من خیلی مهربان است. لیکن بخشش ابراهیم هیچ سودی نکرد برای پدرش، هیچ سودی نکرد. فلما تبین، برای حضرت ابراهیم واضح شد که او دشمن خدا است، به حال کفر و شرک مرده، تبرأ منه، از طلب استغفار بیزار شد، یعنی ترک کرد استغفار را. و این استغفاری که کرد ابراهیم بخاطر این که الله حلیم است. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خب قبل از علم این که خدا مضمون کند استغفار را، بسیار مؤمنین استغفار خواست برای مردگان خود. پیغمبر علیه السلام گفت من از 70 مرتبه بیشترم برای اینا بخشش میخوام. تو الله تعالی آیه را نازل کرد که حق ندارید که شما بخشش بخواهید. پس اون بخششی که قبل از ورود این آیه شده اونا چی؟ ما را خدا برای اون بخشش ها که برای کفار و مشرکین خواسته مجازات میکند، الله تعالی میگه نه، خدا هیچ کسی را مجازات قبل از اطلاع نمیکنه. از قبل شما اطلاع نبودید بخشش خواستید، الان که اطلاع شدید بخشش نخواهید که مجازاتتون میکنه. نیست خدا که گمراه کند قومی را بعد از این که آنها را هدایت کرده، حتی که بیان کند برای آنها آن مسائلی را که اونها اجتناب کنند. پس اون استغفارهای قبل از نزول آیه معافن. ان الله بكل شيء علیم، الله تعالی نسبت به هر شیء علیمه. ان الله له ملک السماوات والارض، بیان تأکید نه. خب شما بخشش نخواهید برای چی؟ خب حاکم مطلق به شما دستور داده دیگه برای چی؟ یعنی چی؟ به تحقیق برای خدا. ان الله بیقینا، خدا الله به او اختصاص دارد حکومت آسمان ها و زمین، او حاکم مطلقه. وقتی شما را دستور داد که بخشش نخواهید نخواهید. یحیی و یمیت، او جان میده و جان میگیره. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما غیر از خدا هیچ کارسازی و هیچ مددگاری. کارساز و مددگار شما به شما دستور داده برای کافرها که دشمن من از من بخشش نخواهید. او کارساز شماه، او ولی امر شماه، او نصیر شماه. شما باید از او اطاعت کنید. او جان میده جان میگیره، او حاکمیت مطلقه دارد. از هر دستوری که به شما میده ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، جز اطاعت شما دیگه راهی ندارید، باید اطاعت کنید. بشارت هست برای مجاهدین تبوک. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رجوع خاصی کرده الله تعالی بر نبی، ای ادام توبته. این یک رجوع خاصه. رجوع خاصی کرده الله تعالی بر نبی در نبوت و امامت جهاد، و بر مهاجرین و انصار، اون مهاجران و انصاری که اتباع کردن اون پیغمبر را فی ساعت العسرت، در ساعت بسیار مشکل. ساعت عسره، جیش عسره نمیگن،
که مسافت بسیار طولانی و موسم بسیار گرمی. خدا به طور ویژه به اینها رجوع کرده، یعنی رحمتهای خاصی ادام توبت این پیغمبر را. اون مهاجرون انصاری که اتباع کردن اون پیغمبر را در ساعت بسیار مشکل، اونها من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، بعد از این که نزدیک بود کج بشود دلهای یک جماعت از اینها، ثم تاب علیهم، خدا به آنها رجوع کرد، یعنی آنها را نگذاشت که دلشون کج بشن و پیغمبر همراهی نکنند. چرا؟ که الله نسبت به این بندگان خودش بسیار مهربان است، شفیق است، رؤوف و رحیم. رؤوف رافتش بیشتر از رحیم. این ساعت اسره هی حالهم فی غزوة تبوک کان الرجلان یختصمان. چرا عیش الاسره نمیگه؟ خیلی گرسنگی بود، دو مرد یک خرما را بین خود تقسیم میکرد، یعنی یک خرما را نصف میکردن، یک مجاهد نصف خرما نصف دیگر. والعشرة یعتقبون البعیر الواحد، 10 نفر یک شتری داشت، نوبتی سوار میشد. حالا از اینجا تا 1-2 کیلومتر یکی سوار میشد. حالا فرض کنید 2 کیلومتر، حالا 5 کیلومتر یکی سوار میشد، 5 کیلومتر دیگری سوار میشد، بعد از چقدر کیلومتر نوبت دیگری برمیگشت. خیلی فشار بود. سبحان الله. والعشرة یعتقبون بعیرا واحدا، 10 نفر نوبتی یک شتری را سوار میشدن. و شما فکر کنید که چقدر اینها پیاده روی میکردن. و خصوصا الله تعالی رجوع کرد بر اون 3 نفر که خلفو، اونها عقب زده شده بودن، یعنی از قبول توبه، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تا اینکه تنگ شد بر این 3 نفر زمین مدینه، با وجودی که زمین مدینه فراخ بود. چرا؟ رسول علیه السلام گفت نه زنان اینا باید حرف بزنن، نه فرزندان، نه برادران، نه همسایه، هیچ احدی قطع رابطه بود با اینا. روزی یک صحابی که کعب ابن مالک میگوید من رفتم، یک پسرموی خیلی دوست صمیمی من بود، سلام داده، سلام علیک نکرد، خیلی زمین بر من تنگ شد. برای این کعب ابن مالک کفار هم نامه نوشته کردن که ما شنیدیم تو اهانت شدی، تو بیا ما تو را خیلی اکرام و عزت میکنیم. پیام آمد، این نامه را در تنور انداخت، گفت حالا میخوای ایمان ما را. این 3 نفر تا 50 روز توبه اینها پذیرفته نشد و زنان اینها اجازه نداشتن باشون حرف بزنن، هیچ کسی. اینا میگه ما در مسجد می نشستیم، نماز می خواندیم با پیغمبر علیه السلام، هیچ احدی با ما حرف نمیزد و ما را پیغمبر از زیر چشم گاه وقت ملاحظه میکرد، مگر ما متوجه میشدیم دیگه هیچ ملاحظه نمیکرد. خیلی سخت شد، به قول پاکستانی بایکاٹ شد به اینا. خدا هم رجوع کرد بر آنها، بر آن 3 نفری که توبه از پذیرش توبه مؤخر شده بودند، خلفو از پذیرش توبه، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تنگ شد زمین بر آنها، هیچ کسی باشون حرف نمیزنه، با وجودی که زمین مدینه پراخ بود و تنگ شد بر آنها جان اینها، و یقین کردن آنها که پناهگاهی ندارن از گرفت خدا الا الیه، مگر به خدا. پناهگاهی از عذاب خدا جز خدا ندارن. انسان باید همین اعتقاد را داشته باشه که ما جای پناهی جز خدا، از عذاب خدا جز خدا نداریم. یکی از اون گردن کلفتان منطقی میگه غالبا از حضرت موسی کریم سوال کرد که دنیا یک میدانی باشد، وزیر تیراندازی قرار گرفته باشد و هیچ پناهگاهی نباشد، یک میدان صافی باشد
و یک تیراندازی همه جهان را به هدف بگیره، انسان جای پناهش کجا بره پناه؟ یک میدان صحرا. حضرت موسی گفت باید خود اون تیرانداز پناه بگیره، بره زیر دست پای تیرانداز، که پناهی نیست. تو الله تعالی همه دنیا تحت نظارت الله است و تحت سلطه الله است و تحت حکومت الله است. از الله دیگه جای پناهی نیست مگر به خود الله. و ظنوا و یقین کردند آنها که پناهگاهی از عذاب خدا ندارند مگر به بارگاه خدا. ثم تاب علیهم، بعد از این حالت خدا بر آنها رجوع کرد تا که در آینده اونها به طرف خدا رجوع کنند. ان الله هو التواب الرحیم. لیکن به این عزت رسیدن. ترغیب اخلاصی های والذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کسانی که شما ایمان آورده اید از خدا بترسید و کونوا مع الصادقین، همیشه باشید با راستان، با صادقین باشید، نیتا، عملا، قولا. چرا شما از راستان تخلف کردید؟ راستان همه به تبوک رفتن، شما چرا من؟ این اولین نسخه تقوا هست، معیت و همراهی راستان. کونوا مع الصادقین. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب. ترغیب الجهاد است و زد در تخلف. زیبا نیست برای اهل مدینه و آنهایی که حول هوش اهل مدینه هستند از اعراب که عقب نشینی کنند از همراهی رسول الله، و اصلا مناسب نیست که ترتیب بدن خیشتن را از نفس رسول الله، نفس خود را ترغیب بدن، ترجیح بدن از نفس رسول الله. رسول الله در تکلیف و آفتاب میره، اونها دیگه نفس خود را ترجیح بدن و بشینن، اصلا مناسب نیست. ذالک، چرا اینها باید در میدان جهاد برن با پیغمبر و تخلف نکنند از همراهی پیغمبر، نفسهای خود را از نفس رسول الله ترجیح ندن. چرا؟ به این خاطر این همراهی و جهاد پیغمبر به خاطر این است که آنها نمیرسد به آنها هیچ تشنگی در راه خدا و هیچ خستگی در راه خدا و هیچ گرسنگی در راه خدا، و آنها قدم نمیگذارند در هیچ میدانی قدم که در آن میدان کفار را ناراحت میکند اون موته، و نمیرسد اینها را از دشمن هیچ آسیبی، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر نوشته کرده میشد برای آنها در مقابل تمام این مذکورات عمل صالح. حالا گرسنگی، تشنگی، این چیزها غیر اختیاریه. گرسنگی آنها برای اینها عمل صالح است، خستگی اینها برای اینها عمل صالح است. پس اینها چرا از جهت تخلف میکنند؟ این همراهی به سبب این نعمت ها. پس علاوه بر ادای حق رسول به مجاهدان قدم به قدم خیر میرسد، قدم به قدم خیر میرسد. تشنگی آنها، گرسنگی آنها، خستگی آنها، یا قدمی که اینها مجاهد در این سرزمین میگذارند و کافر ناراحت میشه، برای آنها ثواب میرسه. امروز مجاهدانی که در شرق و غرب جهان جهاد میکنن، گوشه ها ناراحتن، وجود آنها که گوشه ها را ناراحت میکنه برایشون ثوابه. لا یتمون موتا یغید الکفر. قدم نمیگذارن در هیچ سرزمینی که کافر از آن قدم ناراحتن، لذا برای آنها ثواب میرسه. هر رنجی هم که به مجاهد میرسه از طرف دشمن برایش ثوابه. امروز اگر کسی بر یک قلعه کوهی بره و یک چوبی به دست بگیره و 4 تا آمریکایی از همین انسان ناراحتن، برایش ثوابه. جهاد چقدر تبدیل تو میداره. گرسنگی و تشنگی و خستگی،
ثواب. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، تاکید ثمره هست. الله تعالی ضایع نمی کند اجر نیکوکاران را. در این ثواب احتمال، در این احتمال ثواب الله سبحانه و تعالی به نیکوکاران ثواب میده. ولا ينفقون نفقة، این مجاهدها خرج نمی کنند هیچ نفقه بزرگی را و نه کوچکی را. ولا يقطعون وادیا، و اینها طی نمی کنند هیچ سرزمینی را الا کتب لهم، مگر نوشته میشه برای آنها حسنات، تا که جزا بدهد اینها را الله تعالی احسن ما کانوا یعملون. جزای اعمال به دو قسم است، حسن و احسن، و مجاهدین را الله تعالی به صورت احسن میده. وقتی برای فضیلت این همه، برای جهاد این همه فضیلت بیان شد، همه عشق جهاد پیدا کرد، کلاس درس را ویل کرد. اللہ تعالی میگه نه، کلاس درس هم یک جهاد. شما همه به جهاد نرید، یک عده در محضر پیغمبر باشید، درس یاد بگیرید. وقتی اون مجاهدین بر میگردن شما آنها را خبردار کنید. مجاهد که علم نمیتونه حاصل کنه، او در جهاده. همه نه. الله تعالی وظیفه امت رسول الله را دو وظیفه کرده، یا طلب علم باشی یا مجاهد. دیگه کار شما نداری، یا طالب علم یا مجاهد. وقتی این فضیلت برای مجاهد بیان شد، الله تعالی وظیفه جمله معترضه برای تعلم علم، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمن نرند همه برای جهاد. ما کان المؤمنون، نیستن مؤمن که همه نافر باشند از دنیا و جمعا برند برای جهاد. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر، چرا خارج نمی شود از هر فرقه، یعنی از هر خانواده از این مؤمنین یک دسته کوچکی که تفقه حاصل کنند در دین. وظیفه طلبه قبل از تحصیل تفقه فی الدین. چرا نمیرن از هر یک جماعتی از مؤمنین یک دسته لیتفقه فی الدین، تا که تفقه حاصل کنند در دین. فریضه طلبه قبل از تکمیل علم تفقه فی الدین، احکام و ضروریات دین را یاد بگیرید. سبحان الله، تفقه فی الدین معلوم میشه که چیزی دیگره. او خواندن قرآن از رو و قرائت قرآن از رو چیزی دیگره. باید تفقه فی الدین حاصل کنه، فهم دین را حاصل کنند، تنها به قرائت اکتفا نکنند و لیتفقهوا فی الدین. و دیگه بعد از تکمیل تفقه فی الدین چیکار کنند؟ ولینذروا قومهم، آگاه کنند قوم خود را، اذا رجعوا الیهم، هنگامی که این قوم از جهاد برگشت و آمد. این یک معنی. یا هنگامی که خود این طلبه برگشتند و رفتن تو جامعه خود و تو محله خود. حکمت انذار لعلهم یحذرون، تا که این مجاهدانی یا این طلبه، این قوم حذر کنند، کاری خلاف دستور خدا انجام ندهند، پرهیز کنند از مخالفت شریعت و قانون خدایی. قانون خدا را نقض نکنند. خب در وسط این آیه جمله معترضه است که وظیفه امت یا طالب علم منذر باشد یا وظیفه امت جهاد. حالا برای طالب علم
همون مجدهایی هستند که برای مجاهد. در حدیث آمده است طالب علم مجاهد فی سبیل الله. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. یک راه مختصری را کسی میپیماید خدا برای اون راهی بکنه به جنت آسان. پس قبلا من گفتم وظیفه این امت دو هم، یا طلب علم یا مجاهد. طلب علم در زمان تحصیل علم تفقه فی دین کنه و بعد از اینکه تفقه فی دین کرد انذار کنه، تبلیغ کنه تا مردم از نافرمانی خدا حذر کنن، بترسن، پرهیز کنن. یاده مضمون سورت اجمالا یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین قتال کنید با آنهایی که نزدیک شما است از کفار. همین کفار نزدیک با اینا قتال کنید. ولی یجدوا فیکم غلظه، و اون کفار در میان شما سختی را احساس کنند. امروز کافر خیلی دلش میخواد که ما مسلمان ها نرم بشیم، جهاد نکنیم. چیزی که گوش را ناراحت کرده کلمه جهاد. اینقدر از کلمه جهاد و از کلمه قتال فی سبیل الله این یهود و نصارا میترسن که حد و مرزی ندارن. الله تعالی میگه ای مؤمن تو باید قتال کنی با این کافرهایی که نزدیک شما هستن و اون کافرها در شما سختی را احساس کنن. ولی یجدو زمین به کفار بنید، این کفار احساس کنن در میان شما درشتی و سختی، نگن که اینها مردن دیگه تسلیمن. خوش به حال اون مجاهدینی که امروز گوش را ناراحت میکنن. در هر جای دنیا در چه این مجاهدها واقعا مصداق آیات میدانند سخت. ولی چه فایده؟ یک عده‌ای را از افغانها مخنث کردن فقط برای واکسنی و پوتین مالی آنها آمادن. آنها مخنث. باید کافر از شما احساس غلظت داشته باشد، ولی خب یک عده دیگر دارن مبارزه میکنن و انشاءالله امریکا زود ضرر میکنه، زود شکست میکنه. وعلموا ان الله مع المتقین، یقین کنید که خدا و امداد خدا و نصرت خدا با متقینه، با آنها که از کفر و شرک اجتناب میکنه. و اذا ما انزلت سورة بشارت و بیان تمسخر به قرآن، برای مؤمنین بشارت و برای آنهایی که قرآن را تمسخر میکنند. وقتی نازل کرده میشد یک سوره، پس بعضی از این منافقین کسانی هستند که میگویند مجاهدین را ایکم زادت هذه ایمان، برای کی از شما این آیه ایمان را اضافه کرد، یعنی شاخ و برگ ایمان را برد بالا. پس آنهایی که ایمان دارند اضافه میکنند این آیات جدید، سوره جدید، ایمان آنها را و آنها خوشحالی میکنند. و آنهایی که در دل آنها مرض است پس اضافه میکند برای آنها این سوره رجس و پلیدی را همراه به رجس آنها، یعنی اون شک و تردیدی که نسبت به دین دارن، نسبت به قرآن دارن، پیغمبر دارن، اون الله تعالی رجس میکنه. شک و تردید و کفر پلیدیه. اضافه میکنن این آیات جدید و سوره های جدید پلیدی آنها را الی رجسهم، همراه با اون رجس قبلی که داشتن، و میمیرد این کثیفه ها در حالی که کافرند. اولا یرونا، الله تعالی الان عناد منافقین را بیان میکنه. بگه این منافقان پورا نمیبینند که یفتنون فی کل عام مرتان و مرتان، شکنجه میشوند در هر سال یک دو گشت اینها را میکوبند. ثم لا یتوبون، بعد اینها توبه نمی کنند از اعمال شنیع خود. ولا هم یذکرون، و نه اینها تذکر میگیرند. فقط نمیبینه گوشه ها هر سال خدا اینها را خرد میکند، از یک جای بلای بر سر اینها، گای بلاهای طبیعی در امریکا، گای بلاهای شفتن برچه. این خود دلیل که اینها را الله تعالی کم کنه نابود کنه. همین ضربه هایی که مجاهدین الان بر پیکر اینها وارد میکنن خود به خود دلیل که اینها آخر فرار میکنن. اولا یرون انهم یفتنون، کفار منافقین در عذاب داده میشوند هر سال یک مرتبه دو مرتبه، باز اینا توبه نمی کنند، باز اینا تذکر نمی گیرند.
و اذا ما انزل سورة، وقتی یک سوره نازل می شود تو نظر بعضهم الى بعض، نظر می انداز بعض اینها به طرف بعض دیگر و در میرن. وقتی که در میرن میپرسن هل یراکم من احد، تو که آمدی کسی تو را دید؟ ثم انصرفوا، باز میرن. خدا اندل اینها را از مجلس پیغمبر دور کرده. صرف الله قلوبهم، به سبب این که اینها قومی هستن تفکر ندارن. اینها وقتی در مجلسن یواش یواش در میرن، اون طرف که با هم تو کوچه جمع میشن هل یراکم من احد، کسی شما را دید؟ وقتی در رفتی خود دیگه میرن و خدا هم دل اینها را از مجلس پیغمبر منصرف کرده. صرف الله قلوبهم، بسبب اینکه قومی هستن تفکر ندارن، از نفع خود و از کردار زشت خود باز نمی آیند. ترغیب الى اتباع رسول است. یا لقد جاءکم رسول، تشریف آورده مسلمان ها یک رسول بسیار عظیم الشان من انفسکم، از وجود خود شما. فضیلت اول پیغمبر و تنوین رسولون برای تعظیمه، یعنی یک رسول بسیار عظیم الشان از وجود شما آمده. عزیز علیه ما عنتم، ما مصدریه جمله را به معنای مصدر میکنن. خیلی گران و سنگین است بر سر پیغمبر مشقت شما. به شما رنجی بلاهی برسد بر پیغمبر خیلی گران تمام میشه. حریص علیکم، اون پیغمبر برای شما خیلی حریصه شما ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید. نسبت به مؤمنان اون پیغمبر بسیار شفقت کننده است، رؤوف و رحیم و مهربان است. لذا ای پیغمبر آخرین نصیحت، اگر این کفار و منافقین از اطاعت شما اعراض کردن، شما اعلان کنید که حسبی الله، بس از من را الله. اگر کفار و مشرکین از اطاعت شما اعراض کردن، شما اعلان کنید که حسبی الله، الله تعالی بس است. لا اله الا هو، الهی معبود غیر از وجود ندارد، نه در عرش و نه در فرش. علیه توکلت، فقط بر اون ذاتی که غیر از او دیگه معبود نیست من اعتماد کردم، لا بغیره. و هو رب العرش العظیم، و او هست اختیاردار عرش عظیم. باقی اشیاء به طریق اولا او اختیار داره، او که اختیاردار و مالک عرش عظیم است. الله تعالی از مخلوقات خودش عرش را به عظمت یاد کرد. عرش چقدر بزرگه، 7 طبق آسمان و زمین در برابر کرسی اندازه 7 درهم در سپر است. 7 آسمان و زمین در برابر کرسی مثل 7 درهم در سپر است، یعنی کرسی اینقدر بزرگه. و کرسی در برابر عرش رحمان مثل 1 درهم در سپر است. عرش خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. متوجه شدید؟ بزرگی عرش را به این کیفیت بیان کرد. وزیر عرش رحمان بر بهشت سایه افکنده، بهشت زیر عرش رحمان. پس اگر اینا از اطاعت شما اعراض کردن، شما چنین بود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن